وقت شما بخیر. تو روستای دورافتاده‌ای یه رودخونه پرجوش و خروشی از وسط روستا رد میشد. روی این رودخونه یه پل قدیمی بود که مردم واسه عبور ازش استفاده میکردن، اما سالها بود که پل ترک داشت و خطرناک شده بود. هر روز خیلی ها از روش رد می شدن، ولی بعضی ها به سختی، بعضی ها با ترس و لرز و یه عده هم در حین عبور افتاده بودن پایین، جونشون از دست داده بودن. مردم این ده بارها درباره این پل حرف زده بودند. بعضی ها دعا می کردن که یه روز این پل درست بشه. برخی ها شعار می دادن که بابا خدا خودش مراقب ماست. یه عده می گفتن اونایی که افتادن قسمت بود دیگه، نصیبشون بود، شکایتی دیگه نمیشه کرد. اما تو این وسط یه مردی بود که نه مهندس بود و نه ثروتمند، اما دلش واسه مردم میسوخت. واسه همینم او روزها با دستهای خالی، با همون چوبایی که از جنگل جمع میکرد، شروع کرد به بازسازی این پل. خیلی ها او رو مسخره کردن و گفتن بابا بیا به ما به پیوست، دعا کنیم خدا خودش درست میکنه، خدا کریمه، خدا رحیمه. اما او پاسخ داد شاید جواب دعای ما همین دستهای من و تو باشه. پس از چند ماه تلاش مردم با تعجب دیدن که پل دیگه خطرش برطرف شده، دیگه کسی ازش پایین نمیفته. وقتی ازش پرسیدن که چرا این کارو کرد، اینطوری جواب داد عدالت یعنی اینکه کسی به خاطر فقر یا بی‌تفاوتی دیگران سقوط نکنه. عزیزانم، در سراسر کتاب مقدس خداوند خودش رو خدایی معرفی میکنه که نه تنها خالق عالم بلکه خدای عدالته. عدالت واسه خدا فقط یک مفهوم قانونی یا سیاسی نیست، بلکه بخشی از ذات خودشه. در میکا 6:8 میخونیم که ای انسان، به تو گفته شده که چه چیزی نیکوه و خداوند از تو چه چیزی میطلبه، جز اینکه عدالت رو به جا بیاری، رحمت رو دوست بداری و با فروتنی با خدای خود رفتار کنی. این آیه عزیزانم صدای دعوت خدا به ماست. عدالت رو زندگی کنیم، نه فقط اینکه دربارش حرف بزنیم. عدالت اجتماعی به این معناست که ما به عنوان فرزندان خدا بی تفاوت نباشیم در برابر ظلم، در برابر فقر، در برابر بی عدالتی، در برابر تبعیض و فساد. خدا بارها در کتاب مقدس از بی عدالتی شکایت میکنه، نه فقط به خاطر ظلم به انسانها، بلکه به خاطر اینکه عزیزانم بی عدالتی تصویر خدا رو در انسانها تحقیر میکنه. در اشعیا 1:17 ما اینطور میخونیم نیکی کردن بیاموزید، انصاف بطلبید، ستم دیدگان رو کمک کنید، یتیمان رو داد دهید و از بیوه زنان حمایت کنید. این حرف کتاب مقدس به این معنی هستش که مسئولیت ما فقط دعا و نیایش نیستش، بلکه حضور فعال و شجاعانه در جامعه است برای دفاع از مظلومان. امروز وقتی فقر، فساد، نابرابری، سرکوب رو داریم میبینیم، نمیتونیم به سکوت و بی‌تفاوتی پناه ببریم. عیسی مسیح خودش نمونه کامل عمل کردن به عدالت بود. او با گناهکاران می نشست، بیماران رو شفا می داد، فریسیان ریاکار رو دستشون رو می کرد و در کنار حاشیه نشینان دائم بود. در لوقا 4:18-19 ببینید مسیح در مورد خودش چی میگه. میگه روح خداوند بر من است، زیرا که مرا مسح کرده تا فقیران را بشارت دهم، مرا فرستاده تا شکست دلان را شفا بخشم، به اسیران آزادی و به بیکوران بینایی رو اعلان کنم و مظلومان رو رهایی ببخشم. این دعوت مسیح عزیزانم برای ما هم هست. کلیسا نباید فقط صدای پرستش باشه، بلکه باید صدای عدالت هم باشه.
ما باید داد مظلومان رو فریاد بزنیم، حقیقت رو بجوییم و در مقابل ساختارهایی که مردم رو داره خرد میکنه برخیزیم. همین طریقی هستش که ما رو شبیه به مسیح میکنه. برخیزیم، نه فقط واسه نجات نفوس، بلکه واسه تغییر نظام‌های ظالمانه هم. خدا ما رو خونده که نور و نمک باشیم و این نور در تاریکی ظلم و فساد باید بدرخشه. به دیسیپلین فیض ادامه بدیم.